فقط یه دقیقه من گوش کن. دین ما از کجا اومده؟ عربستان. باریکلا. بعد این دین چی به ما وعده داده؟ بهشت. توی بهشت چی قراره به ما بده؟ رفاه و آسایش، شراب، حوری، درود بر تو که لزومش چیه؟ باید سقط چیم دیگه، باید بمیریم که اینا رو ببینیم. حالا قطر، امارات، دبی 3 تا قدرتمندن، 3 تا ثروتمندن، اینقدر ثروت دارن که هم رفاه و آسایش دارن، هم شراب دارن، هم بذار در دهنمو ببندم نگم حوری شهر کجا میارن. اوکی، بهشتو ساختن دور سرت بگردن، دارن لذتشو میبرن. کجای کاری؟ یه متن قشنگی خوندم نوشته بود اگه خواستی مردمت کنترل کنی بهشون بگو یه منجی قراره بیاد و اونا قرن‌ها صبر. اصلا حق بود تو.